دوش آب گرم حسابی حال منو جا میاره. صبح یه ذره شلوغه. اوه. وای. خب خیلی راحت‌تره که آدم تو هتل غذاشو سفارش بده تا اینکه تو بازارچه محلی دنبال خوراکی بگرده. ولی چاره‌ای ندارم. اینجا سنجاب، اردک، گربه، مرغ عشق، همه چی هست. آها، چاو سابدیبو. یه دونه از اینا رو امتحان میکنم. بالاخره یه چیزی پیدا کردم که میتونم بخورم. یا نوع کلوچه است. خوشمزه است. خب فکر کردم سفرم رو تموم کنم. قایقی که آهسته حرکت میکنه رو انتخاب کردم تا ببینم چطوریه. احتمالاً مارکوپولو اولین آدم اروپایی بوده که در قرن 13 از رودخانه میکونگ عبور کرده و تازه در سال 1993 بود که اولین پل روی رودخانه میکونگ ساخته شد. و چیزی که از این عجیب تره اینه که هیچ سدی تا به حال تو این رودخانه ساخته نشده. خب اینم از این. بالاخره رسیدیم. اون پله هایی که راهبا روش ایستادن میره به شهر لوانگپوبنگ. لوانگپوبنگ شهری که در آسیای جنوب شرقی به بهترین نحو حفاظت شده و در داشتن معابد تاریخی بودایی مقام سوم داره. چیزی که باید درباره لوانگپوبنگ بدونید اینه که همه شهر میراث فرهنگی بین المللیه. یعنی هیچ کدوم از این ساختمان‌های قشنگی که میبینید خراب نمیشه. با اینکه حکومت لاوس 25 سال کمونیستی بوده، 100 سال پیش مستعمره فرانسویا بوده. اونا هم رد پای خودشونو در معماری و آشپزی منطقه به جا گذاشتن. چون یه چند وقتیه که همش دارم سفر میکنم یه ذره برنج زده شدم. میدونید دنبال یه چیزی میگشتم که متفاوت باشه و پیداش هم کردم. اینو ببینید، مثلا نون فرانسوی میمونه. چقدرم خوبه. راجع به تاثیر فرانسویا با الیور که یه تاجر محلی صحبت کردم. باور نکردنیه. اینو ببینید، نون باگته. انگار که اینجا پاریس، فقط یه برج ایفل کم داره. بله درسته، همینطوره. رابطه فرانسویا با این منطقه چیه؟ خب فرانسویا 60 سال اینجا بودن. همین کافی بود که بتونن به شهر شکل بدن و فرهنگ فرانسوی رو گسترش بدن. لااقل من اینطور فکر میکنم. ولی فرانسویا اینجا چیکار میکردن؟ اونا امیدوار بودن